سلام خواننده همیشه روزنامه جوانان تاجیکستان. من گلچهره فاضلو هستم و شما را با موضوع این هفتینه روزنامه که به تازگی از چاپ برآمد آشنا می‌سازم. صفحه اولی روزنامه از سفر کاری پیشوای ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید 15 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با مقصد شناسایی از رفت تدبیرهای آبادانی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی صحبت و ملاقات با ساکنان به این ولایت تشریف آوردند. پرزیدنت کشور ضمن این سفر از یک قطار نایای ولایت دیدن کرده چند از کارگاه و کارخانه را گشودند. معلومات بیشتر را از صفحه روزنامه پیدا کرده میتوانید. چرا بلاگران از وجه هنگام استان درباره صدمه نقلیاتی در شهر کولاب روی داده هممون آگاهیم و اسایید اخبار عامه همه روزه اطلاع صحیح را میگرفتیم، اما برخی از بلاگران از این فوجیه هنگام سازی نموده برای جلب زیاد آبونچیان خبر و اطلاعاتی بر دروغ را پهن نمودند. این مسئله را خبرنگار روزنامه تحلیل نموده سبب و عاملای این مشکل را گفته است. مقام هشتم تاجیکستان در بازی‌های دومین اتحاد دولت‌های مستقل این مواد شما را به نتیجه 9 روزه بازی‌های دومین اتحاد دولتی مستقل که از 4 تا 13 آگوست در جمهوری بلاروس دایر گردید آشنا می‌سازد. دسته این منتخب تاجیکستان در این مسابقه با چه برد و باخت برگشتند. برای پیدا کردن پاسخ به این سوال سر بزنید بر روزنامه. از فتح میدان سامبو تا هنگام آفری در گشتین ملی و جدا. این مقاله درباره ورزشکار کشور بیروز حجازاده قصه میکند. او امروز در عالم ورزش چهره نمایان شناخته است، اما شاید از دنیای کودکی اولین دستاوردش و شکستهایش آگاهی نداشته باشید. پس با خواندن این مطلب معلومات پیدا میکنید. از استفاده تلفن و پلانشت در مکتب وزارت معارف و علم برای عملی سازی این تصمیم تا کجا آماده است؟ مواد تحلیلی دیگر به همین موضوع بخشیده شده است. این تصمیم تا کجا به منفعت خوانندگان است؟ این مواد را خوانید و پاسخ گیرید. تجلیل روز ورزشگران در شهر دوشنبه از تجلیل این عید میگوید تشکل جهانبینی علم در بین جوانان. کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای اشغال منصب‌های خالی ماموری خدمت دولتی آزمون گشاده اعلان مینماید. این و دیگر مقاله ها را از روزنامه جوان تاجیکستان خوانید. چهره فاضلو بودم و شما را با موضوع اساسی نشر نوی روزنامه جوان تاجیکستان آشنا ساختم. خیر.